درود و مهر خدمت همه دوستان عزیز، وقتتون بخیر. در خدمتتون هستم با ادامه تدریس مباحث زیست دهم فصل اول. روش های ورود مواد به سلول یا خروج از سلول رو بررسی میکنیم. اولین روشی که کتاب درسی ازش اسم برده روش انتشار ساده هست که بچه انتشار اصلا یعنی چی؟ انتشار یعنی جریان یا انتقال مولکول ها از یه جای پر غلظت به یه جای کم غلظت رو میگن انتشار. در جهت شیب غلظت اتفاق میفته. خب طبیعیه دیگه، یعنی از یه جایی که غلظت مولکول ها بیشتره به یه جایی که غلظت مولکول ها کمتره. نتیجه نهایی انتشار چیه بچه‌ها؟ اینه که غلظت اون ماده در محیط یکسان میشه یا در دو طرف یک قشا اگه در نظر بگیریم یکسان میشه. مولکول‌ها به خاطر داشتن انرژی جنبشیشون میتونن منتشر بشن و در صورتی که این مواد بخوان به روش انتشار یا همون انتشار ساده از قشا عبور کنن، سلول دیگه انرژی مصرف نمیکنه براشون. یه مولکولای مثلا از قبیل اکسیژن، CO2 یا کربن دی اکسید و الکل به این روش میتونن از قشا عبور کنن که این انتشار تو سیستم‌های غیر زنده هم دیده میشه، یعنی فقط مختص جانداران نیست. و یه نکته مهمتر این که در گذشته خدمتون گفتم یه سری هورمون ها هستن که از کلسترول ساخته میشن، از قبیل استروژن، پروژسترون، تستوسترون، آلدوسترون و کورتیزول. این هورمون ها چون که از کلسترول ساخته میشن توی لیپید محلولن طبیعتاً و از طریق انتشار ساده میتونن به سلول وارد بشن یا ازش خارج بشن. توی شکل سمت راست پایین صفحه 12 اگر نگاه کنید، قسمت سمت چپ غلظت اون ماده خاص در بیرون سلول بیشتره، بعد به سمت شکل وسطی که میایم رفته رفته دارن مولکولا میان داخل و در شکل سمت راست غلظت اون ماده در دو طرف قشا برابر میشه. پس این یکسان شدن غلظت در جهت شیب غلظت مخصوص انتشار ساده هستش که ما توی این شکل به وضوح و به سادگی هرچه تمام‌تر میتونیم این قضیه رو ببینیم. مبحث بعدی انتشار تسهیل شده است یا روش بعدی. توی این روش بچه‌ها انتشار اتفاق میفته اما به وسیله یه پروتئین های غشایی خاصی که غالبا کانال بهشون میگیم و اینا میان مواد رو در جهت شیب غلظتشون عبور میدن. باز هم در جهت شیب غلظت، حواستون به این نکته باشه. اما تفاوتش با قبل اینه که اینجا فقط توسط یه سری کانال این اتفاق رخ میده و مثلا توی شکلی که برای ما کشیده در بیرون یاخته، شما شکل سمت چپ رو اگر نگاه کنید، در بیرون یاخته غلظت اون ماده بیشتره، پس طبیعتاً در جهت شیب غلظت باید رو به داخل حرکت کنه، ولی این انتقال فقط توسط یک پروتئین های خاصی، پروتئین های غشایی خاصی یا هم کانال ها انجام خواهد شد که ما اینجا کانال دریچه دار رو داریم مشاهده میکنیم. یه نکته که در مورد این عکس مهمه اینه که بچه تعداد پروتئین های غشایی محدوده. شاید یکی براش این سوال شکل بگیره که آقا اگر ما غلظت اون ماده‌ای که بیرون یاخته زیاد هست رو بیاییم الان خیلی خیلی زیادتر کنیم، آیا سرعت انتشار تسهیل شده به همون میزان زیاد میشه؟ جواب خیر هستش. نه بچه‌ها، به اون اندازه، به اون نسبت زیاد نمیشه. چرا؟ چون گفتم تعداد پروتئین های غشایی ما محدوده و مثلا یه تعداد محدودی میتونن در هر لحظه تعدادی مولکول رو منتقل کنن. پس صرفاً با افزایش غلظت اون ماده سرعت انتقال اون ماده به داخل سلول هم متناسب با هم دقیقاً افزایش نخواهد یافت. اینو در نظر داشته باشید. حالا مثال هایی که هست، یکیشو میتونم براتون بگم که جلوتر حتما میخونید توی 2-3 فصل آینده. مثلا در حین کم آبی بدن انسان میاد حین کم آبی ساخت پروتئین تسهیل کننده که انگار آب رو عبور میده، ساخت این رو افزایش میده، میبره بالا. مثلا توی انسان هورمون ADH و مثلا توی گیاهان هم آبسیزیک اسید میاد، اون هورمون آبسیزیک اسید میاد تولید این پروتئین رو زیاد میکنه. روش بعدی بچه‌ها گذرندگی یا اسموز هستش. اسموز کلاً
تعریفش رو اگه بخوام بهتون بگم اینه که بچه آب از یه قشایی با تراوایی نسبی وقتی انتشار پیدا میکنه بهش میگن اسموز. حالا این آب چه از لایه فسفولیپید گذر کنه چه از درون اون پروتئین های تسهیل کننده آب، در هر صورت بهش اسموز میگن. البته که سرعت اون پروتئین تسهیل کننده خب قطعا بیشتره، ولی اسموز به کلیت جفتشون میگن اسموز. متنش رو بخونیم. گفته در یک طرف، این شکل رو که اگه بخوایم ببینین شکل 13، گفته در یک طرف قشای نازکی که نفوذپذیری انتخابی یا تراوایی نسبی داره آب خالص میریزیم و در طرف دیگه محلول شکر. سمت راست آب خالصه، سمت چپ اون لوله محلول شکر. گفته حجم مواد در دو طرف قشا یکسان است، فقط مولکول‌های آب میتونن از قشا عبور کنن. این خاصیت اون قشا است. در این حالت تعداد مولکول‌های آب در واحد حجم در سمت راست بیشتره و این مولکول‌ها بیشتر به سمت چپ منتشر میشن. به انتشار آب از قشایی با تراوایی نسبی میگن اسموز. پس اینو فهمیدیم که آب وقتی قراره از یه قشایی با تراوایی نسبی عبور کنه بهش میگن اسموز. حالا بچه‌ها فشار اسموزی چیه؟ میگه اون فشاری که لازمه که ما اسموز رو کاملا متوقف کنیم بهش میگن فشار اسموزی محلول. بعد توی کتاب میاد میگه هرچه تفاوت تعداد مولکول‌های آب در واحد حجم در دو سمت قشا بیشتر باشه فشار اسموزی بیشتره. آب سریعتر جابجا میشه. جابجایی خالص آب یعنی برآیند جابجایی آب از محیطی با فشار اسموزی کمتر به محیطی با فشار اسموزی بیشتر. بچه‌ها جابجایی خالص آب از محیطی با فشار اسموزی کمتر یعنی از محیطی که رقیق تره به سمت محیطی که غلیظ تره. یه نکته ای رو که من دیدم، خودم بارها دیدم که بچه‌ها این قضیه رو یه مقداری بحث پتانسیل آب و فشار اسموزی و غلظت رو معمولا با هم دیگه اشتباه میگیرن و یکم براشون گیج کننده میشه. الان میخوام براتون واضح و ساده بازش کنم. ببینید بچه‌ها پتانسیل آب دیدید یه کسر می نویسید، مثلا می نویسید مثلا سرعت مساوی با جابجایی تقسیم بر زمان. خب حالا میتونیم یه کسر این چنینی براش در نظر بگیریم که پتانسیل آب، البته کسر نیست تناسب یه جورایی، ولی خب پتانسیل آب متناسب هست با 1 به روی غلظت متناسب هست با 1 به روی فشار اسموزی. یعنی چی این 1 به روی غلظت و اینا؟ یعنی که بچه در حقیقت فشار اسموزی و غلظت با پتانسیل آب رابطه عکس دارن. یعنی چی؟ یعنی جایی که غلظت آب بیشتره یعنی فشار اسموزیش پایین تره. جایی که غلظت آب کمتره فشار اسموزیش بیشتره. این رو یکی دو بار با خودتون تو ذهنتون مرور کنید تا براتون جا بیفته قضیه که از چه قراری هست. پس برای همینه که ما گفتیم جابجایی خالص آب از یه محیطیه با فشار اسموزی کمتر. خب فشار اسموزی کمتر یعنی چی؟ یعنی پتانسیل آبش خیلی بالاست، یعنی غلظت آب بیشتره، یعنی آب بیشتره اونجا، پس یعنی رقیق تره، یعنی از یه جای رقیق تر میره به یه جای غلیظتری که فشار اسموزیش بیشتره و غلظت آبش کمتره. پس آب اینجوری جابجا میشه. این رو برای خودتون یکی دو بار اگه مرور کنید قشنگ در ذهنتون میشینه. و مثلا ما اینجوری میتونیم بگیم که هرچه محلول ما غلیظ‌تر باشه تمایل بیشتر به جذب آب داره و خب وقتی خود محلول غلیظ‌تره یعنی فشار اسموزیش هم بالاتره دیگه. باز برگردیم به اون تناسب فشار اسموزی که بالاتره یعنی پتانسیل آب یا غلظت آب کمتره. پس وقتی محلول غلیظ‌تره تمایل بیشتری به جذب آب داره. گفته همونطوری که تو شکل میبینید در اثر اسموز حجم محلول سمت چپ زیاد میشه. گفته آیا این پدیده برای یافته‌ها در بدن ما هم رخ میده؟ خب قطعاً در صورت سلامتی خیر رخ نمیده. گفته آیا ممکنه که ورود آب به درون سلول در اثر اسموز موجب ترکیدن یافته‌های بدن ما شود؟ خیر. چرا خیر؟ به خاطر حفظ همیستایی بدن. همیستایی این بود که بدن یعنی در حقیقت بدن انسان شرایط رو در یه محدوده ثابتی نگه می‌داره که اتفاق نابهنجاری برای بدن نیفته. پس به خاطر حفظ همیستایی موجب ترکیدن یافته‌های بدن ما نمیتونه بشه اسموز. و میگه که فشار اسموزی مایع اطراف سلول‌ها تقریباً مشابه درونشونه.
بعضی موقع توی امتحانا میان این رو به صورت صحیح غلط سوال میدن که فشار اسموزی مایع اطراف یاخته یکسان با درون سلول است. نه، یکسان نیست، تقریبا مشابهه. بچه‌ها به این کلمات دقت کنید. توی زیست شناسی به قیدها دقت کنید. با اینها بازی میکنن و شما رو در دام خودشون میندازن. گفته در نتیجه آب بیش از حد وارد نمیشه و یاخته ها از خطر تورم و ترکیدن حفظ میشن. همونطور که در این شکل هم مشاهده کنید، در شکل 13 قسمت الف ارتفاع اون آب یا اون دوتا محلول در ابتدا یکسانه در شکل سمت چپ، اما در شکل سمت راست میبینید که لوله سمت راست ارتفاعش کاهش پیدا کرده و ارتفاع لوله سمت چپ افزایش پیدا کرده. چرا؟ چون آب از یه جایی که رقیق تره به یه جایی که غلیظ تره یا غلظت آب کمتره حرکت میکنه. بچه ها گاهی اوقات میان گولتون میزنن و میگن که در این شکل که آب خالص داره از لوله سمت راست به سمت لوله سمت چپ حرکت میکنه، جهت انتشار آب یک طرف است. این غلطه بچه ها. از توی اون لوله محلول شکر اونجا هم آب وجود داره، مقدار آب کمتره، از اونجا هم میتونه آب برگرده به لوله سمت راست، اما ما گفتیم جابجایی خالص آب از یه محیطی با فشار اسموزی کمتر یا یه محیط رقیق‌تر به یه محیط غلیظ‌تر، به یه محیطی که فشار اسموزیش بیشتره. پس اینا دقت کنید که ما فقط نمیگیم که آب از لوله سمت راست جریان خواهد داشت به سمت لوله سمت چپ. نه، از لوله سمت چپ هم میتونه انتشار پیدا کنه به سمت راست، اما برآیندشون بیشتر به سمت چپ هست و به همین دلیل میبینیم که ارتفاع آب در لوله سمت راست میاد پایین و در لوله سمت چپ قطعاً میره بالاتر. این نکته‌ای که باید در نظر داشته باشید. اگر بریم صفحه بعدی، اولین مبحثی که ما میبینیم انتقال فعال. یکی از روش‌های دیگه‌ای که سلول میاد مواد رو انتقال میده انتقال فعال. حالا انتقال فعال چیه؟ روشیه که بچه‌ها سلول میاد مواد رو برخلاف شیب غلظتشون منتقل میکنه. به این میگن انتقال فعال. به همین سادگی. یعنی انتقال فعال یعنی انتقالیه که نیاز به صرف انرژی داره. حالا این انرژی میتونه از ATP تأمین بشه، میتونه از الکترون‌های پر انرژی تأمین بشه. الکترون‌های پر انرژی رو این قسمت کتاب نگفته، اما شما یادداشت کنید یه جایی به دردتون میخوره، جلوترها به دردتون میخوره. پس انتقال فعال اینجوریه که از یه جایی که غلظت مواد کمتره قراره برن به یه جایی که غلظت مواد بیشتره. خب و طبیعتاً این کار چون در جهت شیب غلظت نیست نیاز به انرژی داره، که حالا یه سری مولکول‌های پروتئینی که غالباً پمپ‌ها رو ما اسم میبریم، اینا میان با صرف انرژی اون ماده رو برخلاف شیب غلظت منتقل میکنن. ATP چیه؟ حالا ATP هم شکل اون اصلی یا رایج یا پرمصرف انرژی توی سلول رو بهش میگن ATP یا آدنوزین تریفسفات که توی بیشتر بدانید سمت راست براتون توضیح کاملش رو داده. توی شکل هم همینطور که میبینید در قسمت بالایی عکس تعداد مولکول ها یا غلظت مولکول ها کمتره، در قسمت پایینی غلظت مولکول ها بیشتره. اما انتقال فعال اینجوریه که مولکول ها رو گفتیم از جای کم غلظت به جای پر غلظت میفرسته، چون داره یه کاری رو برخلاف جهت شیب انجام میده، اون شیب غلظت برخلاف اون شیب غلظت انجام میده، انتقال فعال و نیاز به انرژی داره که این کار انجام بشه. اما روش بعدی درونبری، اندوسیتوز یا برونرانی یا اگزوسیتوز هستش که این هم بسیار مهمه، نکات بسیار جالب و جذابی داره. گفته بعضی از سلول ها میتونن ذره های بزرگ رو با فرایندی به نام درونبری جذب کنن. برونرانی فرایند خروج ذره های بزرگ از سلول است. این فرایندها با تشکیل ریزکیسا همراه است و به انرژی ATP نیاز دارد. ببینید بچه‌ها، برای انتقال فعال گفتیم میتونه از ATP یا الکترون پر انرژی استفاده کنه، هرچند که کتاب نگفته، اینو تو حاشیه داشته باشید تو ذهنتون. ولی بچه‌ها درونبری و برونرانی یا همون اندوسیتوز و اگزوسیتوز
فقط به انرژی ATP نیاز دارن، فقط از انرژی ATP استفاده میکنن. این خیلی مهمه. و حالا میگم جلوتر هم میخونیم، اما من چون تصمیم گرفتم که یه سری نکات رو ترکیبی هم براتون بگم، این رو هم بدونید که مثلا باکتری ها بهتره بگیم و گویچه قرمز بالغ انسان هم اینا درونبری و برونرانی ندارن. توی یه سال گولتون نزنن بچه‌ها مثلا بگن باکتری با استفاده از برونرانی این کار رو انجام میده یا گویچه قرمز بالغ مثلا درونبری داره. نه، این دوتا براشون درونبری و برونرانی رو در نظر نمیگیریم. حواستون به این نکته خیلی باشه. در صفحه 15 کتاب درسی در بالای صفحه شکلی بسیار زیبا و مهم رو از فرایند برونرانی و درونبری کشیده که بسیار نکته مهمی داره. ببینید بچه ها، شکل الف، شکل بالایی فرایند برونرانی رو داره توضیح میده. و برونرانی از روی اسمش مشخصه، قرار یک ریزکیسه یا وزیکل به قشای سلول ملحق بشه و یه موادی رو به بیرون بفرسته. از اسمش مشخصه. خب حالا دو تا نکته ریز و قابل تأمل داره که اینا رو با هم بررسی میکنیم. اولا این که در شکل ب که درونبریه، قراره یه ریزکیسه بیاد داخل. میبینید که خب یه قسمتی از غشا در سمت چپ، از سمت چپ شروع میشه میره به سمت راست. شکل ترتیبش اینجوریه. یه قسمتی از غشا به داخل تا میخوره و بعد یه تعدادی مولکول رو در بر میگیره، مولکولایی که بیرون بیشترن، و بعد اون قسمت غشا به هم میپیونده و به صورت ریزکیسه جدا میشه و میاد داخل، میشه درون بری. اولین و واضح ترین تفاوتی که این دوتا فرایند با هم دیگه دارن اینه که ما در درون بری کاهش مساحت غشا رو داریم، ولی توی برونرانی افزایش مساحت غشا رو داریم. ببینید بچه‌ها، بالای برونرانی یه ریزکیسه ای از داخل میاد ملحق میشه به غشا، در شکل هم دارید میبینید، شکل بالایی، و بعد اون مواد رو به بیرون آزاد میکنه، پس مساحت غشا افزایش پیدا میکنه. ولی در درونبری یه قسمتی از غشا تا میخوره بعد کلا کنده میشه میاد داخل، پس یعنی مساحت غشا کاهش پیدا میکنه. یه نکته بسیار بسیار مهمی که باید بدونید اینه که حالا اگه یادتون باشه ما در 2-3 صفحه گذشته شکل پروتئین ها، فسفولیپید ها، کلسترول و کربوهیدرات های روی غشا رو که داشتیم توضیح میدادیم، اگه خاطرتون باشه گفتیم که کربوهیدرات ها در لایه بیرونی غشا هستن. خب حالا شما در شکل الف اگر دقت کنید، خود غشا رو لایه بیرونیش رو زرد رنگ کشیده، لایه درونیش رو قرمز رنگ، خود غشا رو. خب حالا توی ریزکیسه که به صورت یک دایره ای کشیده براتون، لایه درونی زرد رنگ، لایه بیرونی قرمز رنگ. خب طبیعی هم هست دیگه، وقتی قرار بوده یه بخشی از غشا تا بخوره به داخل، خب اون لایه قرمز رنگ لایه بیرونی رو تشکیل میده. حالا فقط نکته مهمش اینه که بچه‌ها باید دقت کنید که اون کربوهیدرات هایی که توی لایه خارجی غشا بیشتر بودن، یعنی تو لایه زرده غشا بیشتر بودن، حالا که ریزکیسه شکل میگیره کربوهیدرات ها تو لایه درونی ریزکیسه بیشترن. به این نکته بسیار دقت کنید. و اگر خاطرتون باشه مثلا گفتیم که کلسترول در غشای لایه داخلی غشا غلظتش بیشتره. خب لایه داخلی غشا میشه تو عکس بالایی میشه اون قرمز رنگه، و وقتی که حالا قرار ریزکیسه شکل بگیره، قرمز رنگ لایه بیرونی ریزکیسه رو تشکیل میده. پس ما کلسترول رو بیشتر در لایه بیرونی ریزکیسه داریم. برخلاف غشا توی ریزکیسه غلظت کلسترول در لایه خارجی ریزکیسه بیشتره، ولی در لایه داخلی غشا بیشتره. اینها رو بچه‌ها میتونن باشون با این سوال بازی کنن، با این نکات بازی کنن و بهتون سوالهای مختلفی بدن که باید بسیار هوشیار باشید که گول طراح سوال رو نخورید. و اما در مورد بافتای بدن انسان،
مبحث انتهایی و بسیار مهم فصل اول زیستشناسی دهم. ببینید بچه‌ها، بافت‌های بدن انسان رو به 4 دسته پوششی، پیوندی، ماهیچه‌ای و عصبی تقسیم می‌کنن که توی اندام‌های مختلف و دستگاه بدن انواع این بافت‌ها به نسبت‌های متفاوتی وجود دارن. از بافت پوششی شروع می‌کنم و این متن این قسمت و بافت پیوندی رو براتون میخونم و بعد روی شکل‌ها براتون توضیح کاملش رو ارائه میدم. ببینید گفته بافت پوششی سطح بدن، سطح حفره‌ها و مجاری درون بدن، مثال هم زده مثل دهان و معده و روده و رگ‌ها و اینا رو بافت پوششی میپوشونه بچه‌ها. سلولای این بافت پوششی به همدیگه بسیار نزدیکن. این عکسایی که در سمت چپ تصویر کشیده، صفحه 15 سمت چپ پایین، اینها مربوط به بافت پوششی هستن. اگر دقت کنید سلول هاشون میگه به هم بسیار نزدیکن. راست هم میگه همه سلول‌ها به هم بسیار نزدیکن. و وقتی که سلول‌ها به هم نزدیکن، پس یعنی فضای بین سلولی یا بین یافته‌ای کمی بینشون هست. و زیر سلولای این بافت یه بخشی هست به نام قشای پایه که توی عکس اول با رنگ سیاه حالا یا سرمه‌ای نشون داده، توی عکس دوم هم با همون رنگ لایه نازکی رو نسبتاً نازکی رو نشون داده، توی عکس‌های بعدی هم به همین شکل. اون بخش میشه قشای پایه. قشای پایه میاد این سلول‌ها رو به هم دیگه نگه می‌داره و همینطور این سلول‌ها رو میاد به بافت زیریشون متصل نگه می‌داره. و اگر بخوایم در مورد قشای پایه ویژگی بگیم، میگیم یه شبکه‌ای از رشته‌های پروتئینی و گلیکوپروتئینی، یعنی قند پروتئینی. پس قشای پایه چیه؟ قشای پایه یه شبکه‌ای از رشته‌های پروتئینی و گلیکوپروتئینی. تمام. هیچ چیز اضافه‌ای فعلا ما راجع به قشای پایه نیاز نداریم. اما در مورد سلول‌های بافت پوششی میگه به شکل‌های متفاوتی، سنگ فرشی داره، مکعبی داره، استوانه‌ای داره و اینا هر کدومشون یک لایه‌ای یا چند لایه‌ای هم میتونن باشن. حالا شکل‌ها رو بررسی کنیم. شکل اولی رو اگر نگاه کنید نوشته که بافت مکعبی یک لایه‌ای گردیزه یا نفرون که در کلیه وجود داره، در سیستم ادراری نقش داره. بافت پوششی مکعبی یک لایه داره. ببینید بچه‌ها، یه نکته رو بذارید همین اول با هم اتمام حجت کنیم. توی بحث بافت پوششی بحث تک لایه و چند لایه بودنش که خب به نظرم واضحه دیگه. وقتی یک بافتی یه دونه لایه داره میشه تک لایه، وقتی چند لایه روی هم قرار گرفتن میشن چند لایه. توی بافت‌های پوششی اگر همه سلول‌های ما با قشای پایه ما در ارتباط بودن بهش میگیم تک لایه. همون تعریف شد به یه نوع دیگه ای، یعنی همون تعریف قبلی رو گفتم با یک ادبیات دیگه. اگه همه سلول های اون بافت با قشای پایه در ارتباط بودن میشه تک لایه. حالا این تک لایه میتونه به صورت مکعبی تک لایه باشه، مکعب هستن و همه با قشای پایه در ارتباطن. میتونه سنگ فرشی تک لایه‌ای باشه، سنگ فرشی باشن و همه با قشای پایه در ارتباط باشن. میتونه استوانه‌ای تک لایه باشه، به صورت استوانه‌ای قرار گرفته باشن در کنار هم ولی همشون با قشای پایه در ارتباط باشن. این میشه تک لایه. و اینکه اسمشون رو یا نامگذاریشون رو چه جوری بذاریم، خب چند لایه هم که طبیعتاً دیگه اون اول اینو بگم، چند لایه هم که طبیعتاً خب همشون با هم دیگه یعنی روی هم سوار شدن و همه با قشای پایه در ارتباط نیستن. و توی چند لایه‌ای ها هم اسمشون رو بر اساس سطحی ترین لایه‌شون میذاریم. مثلا توی عکس سوم اگر مشاهده کنید نوشته سنگ فرشی چند لایه‌ای که در مری یافت میشه. چند تا لایه داره. چرا اومدن گذاشتن سنگ فرشی چند لایه‌ای؟ گفتیم توی چند لایه‌ای ها اسمشون رو بر اساس سطحی ترین لایه میذاریم. چون سطحی ترین لایه به صورت سنگ فرشی هست، ما اینو سنگ فرشی چند لایه در نظر میگیریم. خب برگردیم به عکس اول. مکعبی یک لایه‌ای، بافت پوششی مکعبی یک لایه‌ای در گردیزه یا نفرون هست که این رو حالا جلوتر هم میخونید، اما باید از الان اینا رو بدونید. عکس دوم سنگ فرشی یک لایه‌ای دیواره مویرک ها بچه‌ها غالباً از این بافت ساخته شده که زیرش هم قشای پایه رو همشون دارن. سنگ فرشی چند لایه‌ای رو گفتیم در مری هست. اگر دقت کنید در این عکس سوم
اون لایه سرمه‌ای رنگ رو اگر ما غشای پایه در نظر بگیریم، سلول‌های بالاییش از سلول‌های مکعبی داره و بعد کم کم میره بالا، بیشتر سلول‌ها سنگ فرشی میشن. چند لایه هم هست ولی سطحی ترین لایه‌اش چیه؟ سنگ فرشی. پس ما اسمشو میذاریم سنگ فرشی. تمام، به همین سادگی. و در همین عکس سوم قسمتی در زیر غشای پایه وجود داره با یه رنگ آبی کم رنگ طوری نشونش داده که ما اون قسمت رو بهش میگیم آستر پیوندی سست مخاط، یا آستر پیوندی هم میگن، آستر پیوندی سست. و عکس آخر هم که استوانه‌ای تک‌لایه هست که همه سلول ها با غشای پایه در ارتباطن به صورت استوانه‌ای در روده. ما میتونیم این بافت استوانه‌ای تک‌لایه رو ببینیم و نکته جالبش هم اینه که بچه‌ها استوانه‌های تک‌لایه‌ای که در روده هستن، هستشون، موقعیت هستشون قاعده‌ای هست، اما در عکس اول مکعبی یک لایه‌ای ما هسته رو براشون در نظر میگیریم که مثلا اینا هسته مرکزی دارن، اما استوانه تک‌لایه هسته قاعده‌ای دارن. این نکاتی هست که در مورد بافت پوششی باید بدونید. اما بافت پیوندی، اول متنشو بخونیم بعد عکساشو بررسی کنیم. گفته بافت پیوندی از انواع سلول ها، رشته‌های پروتئینی مثل رشته‌های کلاژن و رشته‌های کشسان و ماده زمینه‌ای تشکیل شده. ماده زمینه‌ای بافت پیوندی ممکنه مایع باشه، جامد باشه یا نیمه جامد. توی بافت پیوندی سست گفته ماده زمینه‌ای شفاف، بیرنگ، چسبنده است، مخلوطی از انواع مولکول‌های درشت مثل گلیکوپروتئین ها رو داره که گلیکوپروتئین ها به اصطلاح غیر رشته‌ای هستند. این بافت گفته معمولاً میاد بافت پوششی که ما داشتیم رو پشتیبانی میکنه. بافت پیوندی متراکم خب مقدار رشته‌های کلاژنش از بافت پیوندی سست بیشتره. ببینید نمیگه که بافت پیوندی سست کلاژن نداره، میگه که پیوندی متراکم که حالا عکسش رو در صفحه بعد میبینیم، پیوندی متراکم کلاژنش بیشتر از سسته. تعداد سلول هاش گفته کمتره و ماده زمینه ایش هم کمتره. بافت پیوندی متراکم به این دلیل مقاومت متراکمه از سست بیشتره. پس ببینید یه مرور کلی بکنیم بین این دوتا مقایسه بکنیم. بافت پیوندی سست ماده زمینه‌ای شفاف بود، بیرنگ بود، چسبنده بود، مولکول‌های مختلفی داشت مثل گلیکوپروتئین‌های غیر رشته‌ای که معمولاً کارش هم پشتیبانی از بافت پوششی بود. توی بافت پیوندی متراکم ولی بچه‌ها میزان کلاژنش بیشتر از پیوندی سسته. کلاژن کلا خودش استحکام میده. وقتی کلاژن متراکم بیشتره پس یعنی استحکامش هم بیشتره، مقاومت بافت پیوندی متراکم هم بیشتره. توی زردپی و ربات هم بافت پیوندی متراکم رو ما داریم، میتونیم ببینیم. یه بافت پیوندی دیگه‌ای که تو کتاب اسم برده بافت چربی هست. بافت چربی خودش یه مدل بافت پیوندیه که چربی یعنی سلول‌های بهتر بگیم ترکیبات تریگلیسیریدی فراوان داره و این بافت چربی بزرگترین ذخیره انرژی تو بدن بچه‌ها. چربی خودش در بدن نقش ضربه‌گیری داره و همینطور به عنوان عایق حرارتی هم عمل میکنه. بعد کتاب میاد میگه که خون، بافت‌های استخوانی و غضروفی انواع دیگر بافت پیوندی هستند که به تدریج با آنها آشنا میشوید، ولی متاسفانه هیچ گونه توضیحی نمیده. ولی من براتون الان یه توضیح میدم که نقطه ابهامی در ذهنتون نباشه. در مورد خون بچه‌ها ماده زمینه‌ای بافت پیوندی خون مایع هست، خب یا همون خوناب که خون رشته نداره، حالا بجز فیبرین که اونو بعدها بررسی میکنیم، ولی رشته های این چنینی که ما اسم بردیم از قبیل کلاژن و فلان و غیره برای خون در نظر نمیگیریم. بافت استخونی که گفته طبیعتا همه دیگه میدونن که ماده زمینه ایش جامده، نمک های کلسیومی داره و بافت استخونی فقط کلاژن داره و یه سلول های دوکی شکلی داره با هسته بیضی کشیده و همینطور سلول هایی که دارای ارتباط سیتوپلاسمی هستند با هم دیگه. این نکات رو بچه‌ها حتما یادداشت کنید چون
کمتر جایی توی کتاب گفته به صورت یک شکل واحدی توضیح داده باشه. تمام این نکات رو باید در 3 تا کتاب 10ام، 11ام و 12ام بگردید، بررسی کنید تا بتونید یه سری نکات رو استخراج کنید. و در مورد بافت قذروفی هم که ما میدونیم که خب ماده زمینه ایش نیمه جامد هست و بافت قذروفی برخلاف مثلا بافت پیوندی متراکم کشسان، رشته های کشسان بیشتری از کلاژن داره، اما در بافت پیوندی متراکم ما میدونیم که کلاژن بسیار زیادتری داشت از بافت پیوندی سست. حالا اگر در صفحه بعد شما این عکس ها رو دقت کنید، انواع بافت پیوندی سست، متراکم و بافت چربی رو براتون به نمایش گذاشته. شکل الف بافت پیوندی سست رو بهتون نشون میده. بچه‌ها نکات مهمی که وجود داره اینه که برای شما رشته های یا رشته‌جات کلاژن رو علامت زده که شما در بافت پیوندی سست میبینید. خدمتتون عرض کنم که رشته های کشسان رو هم میبینید که یک مقدار نازکتر هستن با تعداد متفاوت. ماده زمینه‌ای مایع رو میتونید در نظر بگیرید برای بافت پیوندی سست و در قسمت پایین هم زده یاخته های بافت پیوندی که شما اگر دقت کنید ما در بافت پیوندی سست 3 نوع سلول بافت پیوندی رو میتونید تو این عکس مشاهده کنیم. 2 تاشو که مستقیما علامت زده، یه سلول هم سمت راست بالای عکس هستش که اون رو هم میتونید به عنوان سلول نوع سوم سلول های بافت پیوندی سست در نظر بگیرید. خب اما در مورد بافت پیوندی متراکم رشته های کلاژن فراوان داره که علامت زده تو عکس براتون و سلول های پیوندی که براتون علامت زده اینها هم حالت کشیده دارن با یه هسته بیضی شکل نسبتا مرکزی که یک نوع سلول رو ما برای این بافت متراکم در نظر میگیریم و سلول هایی به اسم درشتخوار هم هستند در دستگاه سیستم ایمنی که توی این بافت پیوندی متراکم میتونن حضور داشته باشن. و در مورد بافت پیوندی متراکم میتونیم بگیم کشسان بسیار اندکی داره. ماده زمینه این هم مایع هست و بسیار کمه. سلول ها دوکی شکلن، پهنن و نزدیک به همن. این جزو نکاتی هستش که میتونیم برای بافت پیوندی متراکم در نظر بگیریم. در مورد بافت سوم، بافت چربی، ببینید بچه‌ها سلولایی رو که اینجا کشیده بافتیه. ما بافت چربی رو اینجوری تعریف میکنیم، میگیم یه بافتیه با فضای بین سلولی متغیر. یاخته های یا سلول های انگشتری هم بهش میگن گاهن، چون اگر دقت کنید موقعیت هسته ها جوریه که به اون سلول نمای انگشتر مانند میده، یعنی انگار یه نگین داره و اون فضای داخلیش میشه انگشتر. و یک نوع یاخته رو ما در بافت چربی میتونیم مشاهده کنیم که ماده زمینه بافت چربی رو هم ما مایع در نظر میگیریم و هسته بافت پیوندی چربی رو ما هسته‌شو جانبی و زیر قشا در نظر میگیریم. اینا جزو نکاتی هست که توی عکس نمایانه واقعا. و بافت چربی غالباً 1 یا 2 هسته‌ای هستند، مثل ماهیچه قلبی که حالا جلوتر میخونیم. ماهیچه قلبی هم 1 یا 2 هسته‌ای هم. سایز هسته‌هاشون متغیره بچه‌ها. ما توی زیستشناسی کمتر چیزی رو داریم که دقیقاً شبیه به هم باشن. یعنی در 95% مواقع هر موقع در زیستشناسی به شما گفتن مثلا سلول های فلان قسمت همگی از نوع فلان هستند، ما 95% مواقع شاید این مقدار بیشتر این رو غلط میگیریم این جمله رو، چون ما چیزای 100% یکسان در زیستشناسی نداریم. سایز هسته‌هاش پس متغیره. کلاژن و کشسان بسیار کمی هم داره بافت چربی. اما در مورد بافت ماهیچه‌ای متاسفانه کتاب نمیدونم چه انتظاری داشته از دانش آموزا و فقط 3 تا عکس کشیده و خداحافظی کرده.
گفته در گذشته با انواع بافت‌های ماهیچه‌ای در بدن آشنا شده اید. واقعا ممنونم، متشکرم از مؤلف کتاب درسی. ببینید بچه‌ها، ما این 3 تا شکل رو باید بررسی کنیم و نکاتش رو بدونیم و یادداشت کنیم. شکل الف در قسمت بافت ماهیچه‌ای نوشته یاخته‌های ماهیچه‌ای اسکلتی. بافت ماهیچه‌ای اسکلتی سلول هاشون استوانه‌ای شکلن. نکات این عکس به شدت مهمه بچه‌ها. سلول هاشون استوانه‌ای هستن. ظاهر مخططی دارن اگه دقت کرده باشید و علت این مخطط بودنشون هم آرایش منظم پروتئین های اکتین و میوزین هستش. یعنی در حقیقت اینها سارکومر دارن. حالا توی بافت ماهیچه‌ای عمیقاً این بحث بررسی میشه، تعریف سارکومر ارائه میشه، با اکتین و میوزین آشنا میشید و غیره. ولی فعلا اینو بدونید که سلول استوانه‌ای داره، ظاهرش مخططه و این مخطط بودن به خاطر چیه؟ به خاطر آرایش منظم پروتئین های اکتین و میوزینه که انگار ما میگیم سارکومر دارد. خب حالا سلولای ماهیچه‌ای اسکلتی ما در مورد هسته‌شون اینجوری اظهار نظر میکنیم، میگیم چند هسته در زیر غشا دارن یا جانبی هم بهشون میگن. خب پس چند هسته دارن، معمولا در زیر غشا یا موقعیت جانبی دارن. میوگلوبین توی سلول ماهیچه‌ای میتونه کم یا زیاد باشه. اگر کم باشه کلا در این سلول ماهیچه‌ای اون به رنگ سفید دیده میشه. اگر میوگلوبین زیاد باشه اون به رنگ قرمز دیده میشه که میوگلوبین کارش چیه؟ کارش ذخیره اکسیژنه. وقتی میوگلوبین کم باشه که به رنگ سفید رنگ دیده بشه، مثلا شما در تارهای تند میتونید مشاهده کنید و میوگلوبین زیاد هم که به رنگ قرمز مشاهده میشه در تارهای کند میتونید مشاهده کنید. سلولای ماهیچه‌ای اسکلتی بچه‌ها عصب رسانی پیکری دارن و عملکردشون هم میتونه ارادی یا غیر ارادی باشه. ببینید امکان داره با خودتون بگید که این نکات تو کتاب نیومده، ما چرا باید بدونیم؟ بچه‌ها یکی دو بار دیگه این نکته رو هم گفتم، الانم خدمتتون میگم. اگر قراره که شما فقط برای دهم یعنی امسالتون رو امتحاناتون رو بدید و نمره خوبی کسب کنید، خب در همون اندازه کتاب کافیه. ولی اگر احیانا شما دانش آموز 12می هستید که دارید دهم رو مرور میکنید یا دانش آموزی هستید که خب در سالهای آینده قصد کنکور دادن دارید، میتونید این نکات اضافه رو یادداشت کنید، برای خودتون یه علامتی بزنید که مثلا اینها کنکوریه، اینها مثلا یه مقدار نکات اضافه بر سازمان هست. ولی صرفاً تا به این جای کار شاید لزومی نداشته باشه که شما بخواید تمام این نکات رو حفظ کنید. ولی من نکات رو تمام و کمال میگم، اونهایی رو که شما به دردتون خورد استفاده کنید، اونهایی که فعلا به کارتون نیامد مطمئن باشید که بعداً به کارتون خواهد اومد بدون شک. در قسمت ب یافته‌های ماهیچه‌ای قلبی رو بچه‌ها براتون به نمایش گذاشته، شکلش رو کشیده. ما در مورد سلولای ماهیچه‌ای قلبی میگیم که سلول‌هاشون استوانه‌ای ان و منشعب. این منشعب بهش اضافه شد و اینها هم مخطط هستند. یعنی چی؟ یعنی سارکومر دارند، یعنی آرایش منظم اکتین و میوزین دارند. و در مورد تعداد هسته میگیم 1 یا 2 تا هسته مرکزی دارن. بیشترشون سلولای قلبی بیشترشون یه هسته دارن، بعضیاشون 2 هسته دارن. سلول قلبی میوگلوبین بسیار زیادی داره، به خاطر همین هم هست که به رنگ قرمز دیده میشه. چون میوگلوبین وقتی بچه‌ها میگیم کارش ذخیره اکسیژنه، سلول قلبی که نمیتونه که در نبود اکسیژن فعالیت کنه، پس این میوگلوبینش باید بالا باشه. اصلا هیچ گونه اگر و امایی وجود نداره تو سلول قلبی. سلول قلبی میوگلوبین بالا، تمام. عصب رسانیش هم خودمختاره، عملکردش هم که کاملا خودکاره. کسی نمیتونه عملکرد قلبش رو ارادی کم و زیاد کنه، بگه خب من یه 10 دقیقه حال کردم که مثلا قلبم منقبض نشه، نمیدونم ضربان نداشته باشه. نه، همچین خبری نیست. اون کلا عصب رسانیش خودمختاره و عملکردش هم کاملا خودکار. در سلولای ماهیچه‌ای قلبی شما یه صفحات بینابینی هم میبینید که اون صفحات بینابینی هم با هم دیگه ارتباط سیتوپلاسمی دارن که این رو حالا در فصل مربوط به قلب باز بررسی میکنیم جداگانه. و در قسمت پ سلولهای ماهیچه‌ای صاف رو میبینید که سلولهای دوکی شکلی هستند. ظاهرشون اینا دیگه غیر مخططه. چرا؟ چون سارکومر ندارند.
ببینید بچه‌ها، سارکومر ندارند به معنی این نیست که اکتین و میوزین ندارن. اکتین و میوزین دارن. اکتین و میوزینشون نامنظمه. چون نامنظمه میگیم سارکومر ندارند. سلول های صاف، ماهیچه‌ای صاف. و چون سارکومر ندارند به صورت مخطط دیده نمیشوند. ولی سلولای ماهیچه‌ای اسکلتی و سلولای ماهیچه‌ای قلبی چون که آرایش منظم اکتین و میوزین داشتن و سارکومر داشتن، ظاهر مخطط داشتن، اما در سلولای ماهیچه‌ای صاف ما این ظاهر مخطط رو نداریم، غیر مخطط بهش میگیم. یه دونه هسته مرکزی براشون در نظر میگیریم، میوگلوبین بسیار کمی دارن که به رنگ سفید صورتی دیده میشن و سلولای ماهیچه‌ای صاف هم عصب رسانیشون خود مختاره، به علاوه دستور هورمونی هم میپذیرن، مثلا مثل اکسیتوسین که حالا در فرآیندهای مختلف در مادر باردار نقش داره که فعلا با اون کاری نداره. اما مبحث آخر بافت عصبیه. توضیح کتاب طبق معمول بسیار جذاب و گیراست، مطمئنم که شما هم تایید میکنید. گفته میدانید سلول های عصبی یا همون نورون ها یاخته های اصلی بافت عصبی هستند. بسیار ممنونم. این یاخته ها با یاخته های بافته دیگر مانند یاخته های ماهیچه ها ارتباط دارند. یاخته های عصبی یاخته های ماهیچه رو تحریک میکنن تا منقبض بشه. ببینید بچه ها، توی شکلی که براتون کشیده، شکل 19، در حقیقت یه سلول عصبی یا نورون رو به نمایش گذاشته که حالا اون پایین اون قرمزه به سلول ماهیچه‌ای انگار وصل شده. وصل که نه، یعنی انگار داره در حقیقت بهش یه پیامی رو منتقل میکنه. در قسمت بالا، در قسمت سر اون نورون به اصطلاح خودمون، قسمتی رو میبینید که نوشته جسم یافته‌ای. جسم یافته‌ای حتما یک عدده بچه‌ها در یک نورون و یک رشته هایی ازش منشعب شده که به اونها دندریت یا دارینه هم میگن، که ما حالا نورون هامون نورون های حسی داریم، نورون حرکتی داریم، نورون رابط هم داریم. ما 3 مدل نورون رو بچه‌ها در کتاب درسی بررسی میکنیم. این دارینه ها یا دندریت ها توی رابط و حرکتی چند تا هستن، توی حسی یه عدده. این جزو نکات توی پرانتز هست، دوست نداشتید الزامی به دونستن این نیست. بعد اگر بیا جلوتر، اون بخش بدنه یا تنه رو که زرد رنگ کشیده رو شما میتونید ببینید که به مجموع اون قسمت زرد رنگ میگن یک غلاف میلین. اگر اون قطعه های کوچیکش رو دقت بکنید به اونها میگن قطعه میلین، ولی سر تا سر این با هم دیگه به صورت یک پارچه میشه یک غلاف میلین. و در داخل غلاف میلین هم یک رشته بسیار نازکی کشیده شده که اون رشته رو آکسون یا آسه هم میگن، که این هم ما غالبا تو تعریفاتی که ارائه میدیم میگیم حتما باید یه عدد باشه در نورون. جهت پیام عصبی از جسم سلولی به سمت انتهای آسه یا انتهای آکسون هست که میبینید که بعد وقتی به سلول ماهیچه‌ای میرسه در نقاطی مثل به اسم پایانه آسه که بهش میگن، حالا دکمه مانند هم هست یه جورایی، اونجا اون پیام رو منتقل میکنن که گفته ماهیچه رو، خود کتاب مثلا میگه یاخته ماهیچه رو تحریک میکنن که منقبض بشه. این پس جزو یعنی اعضای یک سلول عصبی رو برای شما تو این شکل به نمایش گذاشته که جسم سلولی، دارینه یا دندریت، آکسون یا آسه و غلاف میلین و پایانه آسه که حالت دکمه مانند داره رو هم میتونید شما مشاهده کنید. خب دوستان، به لطف خدا فصل 1 تموم شد. اگر سوالی تا به اینجا داشتید حتما از طریق تلگرام بپرسید، رفع اشکال میکنم خدمتتون. یوزرنیم تلگرام من هم، آیدی تلگرامم arad_parsi هست. هر سوالی داشتید بپرسید، در خدمتتون هستم. اینا رو به خوبی و چندین بار مرور کنید. اگر سوالی داشتید رفع اشکال کنید که در اولین فرصت ما استارت فصل 2 رو خواهیم زد. مواظب خودتون باشید. دوستتون دارم و خدا نگهدارتون.